بعضی وقتا بعضی اشخاص شکایت میکنن که بعضی ها ما را قدر نمیکنن. تو اصلا قدر خودت را نمیفهمی و ارزش خودت را نمیفهمی. یک قصه براتان بکنم. یک کسی پیش یک شخص خردمند آمد و گفت که مرا کسی قدر نمیکنه. او به اطراف خود نگاه کرد و دید که چیزی نبود، فقط یک انگشتر در دستش بود و انگشتر خود را کشید و به همه آدم داد و گفت برش که برو به بازار، برو ایرا به دستفروشا و کرچی فروشا قیمت کن که چند میخرد، اما نفروشیش. اوجا که رفت دید، قیمت کرد که قیمتش به 2500 افغانی بود. این دستفروشا به 2500 افغانی میخریدش. آمد پیش آدم خردمند و گفت که قیمتش اوجا خو 2500 افغانی بود. او برش گفت که برو به فلانی دکان برو، اوجا قیمتش کن، قیمتش چند است. اوجا که رفت در مارکت دید که قیمتش به 2000 افغانی بود. دوباره آمد پیش آدم خردمند و گفت که قیمتش اوجا به 2000 افغانی بود. و آدم خردمند برش و بار سوم آدرس داد و گفت برو به بازار عتیقه فروشی و او را قیمت کن که قیمتش چند است، اما اوجا نفروشی. اوجا که رفت و قیمت کرد دید که اوجا 50000 افغانی ایره میخرید و برش گفتن که انگشتر تو از کجا آوردی و از کجا کردی. و اونجا برش گفتن که این انگشتر خو بسیار قیمتی است و از ارزش بالای برخوردار است و گفتن کی را از کجا کردی. و این شخص بالاخره آمد پیش آدم خردمند و گفت که قیمت ای خو در مارکت عتیقه فروشی 50000 افغانی است، اوجا 50000 افغانی را میخرید. آدم خردمند خندید و گفت دیدی، باید گفت جایگاه خودت را بفهمی، جایگاه خودت را بفهمی، ارزش خودت را بفهمی. گفت دیدی، گفت در جایگاه اصلیش قیمتش 50000 افغانی بود، در جای متوسط 2000 افغانی بود، در جایی که کسی ارزشش را نمیفهمه، قدرش نمیفهمه، 2500 افغانی بود. پس ارزش خودت را بفهم که با چی کسایی در ارتباط هستی و با چی کسایی رفت آمد داری و با چی کسایی میخوایی همیشه باشی. اشخاصی را انتخاب کن که ارزش تو را بفهمند، قدر تو را بفهمند، جایگاه تو را بفهمند.